سلام، من نازنین امیری هستم و در این پادکست قراره با شما در مورد بهترین مشاغل برای مهاجرت از همین امروز تا 10 سال آینده صحبت بکنم. اگر اولین بار هست وارد کانال یوتیوب من شدید، یه معرفی کوتاهی از خودم داشته باشم. شغل من سرمایه گذاری هست، اما علاقه‌مندم به جهانگردی، کشف جهان و جامعه شناسی. در همین راستا سفرهای زیادی رفتم. حدود 48 تا کشور رو بارها سفر رفتم و حدود 5-6 کشور تا به حال زندگی کردم. از طرفی خیلی علاقه دارم به خوندن و نوشتن. برای همین یه سری رمان‌های عاشقانه می‌نویسم بر اساس داستان‌های واقعی و یه سری کتاب‌هایی که در رابطه با توسعه فردی هستن. من کانال یوتیوبم رو برای دسترسی به کتاب‌ها و رمان‌هام براتون در قسمت توضیحات قرار میدم. خیلی خوب، شروع کنیم با هم دیگه. احتمالاً یکی از چیزایی که توی دنیای امروز داغ هست موضوع مهاجرته، علل خصوص در ایران. خب، یکی از بزرگترین دغدغه‌های مهاجران هم شغله، کاره، آینده مالیه. آیا میخوای مهاجرت کنی اما نمیدونی کدوم شغل آینده دارتره؟ آیا دنبال کاری هستی که نه فقط امروز بلکه تا 10 سال دیگه هم بازار داشته باشه؟ توی این ویدیو قراره با هم دیگه در مورد 10 تا شغل برتر برای مهاجرت از امروز تا سال 2035 صحبت کنیم. شغلایی که نه فقط امنیت شغلی دارن بلکه توی اولویت کشورهای توسعه یافته هستن، مثل کانادا، آلمان، استرالیا، امریکا و غیره. خب، چرا انتخاب شغل هوشمندانه مهمه؟ مهاجرت بدون برنامه شغلی مثل پرواز بدون باله. در دنیایی که هوش مصنوعی، رباتیک و تغییرات اقلیمی ساختار بازار کار رو دگرگون کرده، فقط شغل‌هایی زنده میمونن که یا قابل جایگزینی نیستن یا در حال رشدن. کشورها دیگه دنبال نیروی ساده نیستن، اونا دنبال مهارت هدفمند هستن. احتمالاً متوجه شدید که طی سالهای اخیر چقدر مهاجرت سخت شده و از من میشنوید روز به روز سخت‌تر خواهد شد. حالا بیایید بریم سراغ شغل‌هایی که آینده مهاجرت رو میسازن. لیست بهترین مشاغل برای مهاجرت تا سال 2035. گروه اول، متخصص هوش مصنوعی و یادگیری ماشین. در خط مقدم انقلاب تکنولوژیک، کشورها به شدت دنبال این افراد هستند، مخصوصاً در صنایع مالی، پزشکی، دفاعی و اتومبیل سازی. کشورها هدفمند جذب می‌کنند: کانادا، آلمان، استرالیا، هلند. این کشورهایی که اسم بردم در این زمینه شدیداً دارن جذب نیرو می‌کنن. پس شما اگر متخصص هوش مصنوعی و یادگیری ماشین باشید در زمینه‌هایی که اسم بردم، یا اینکه برید در این کار حرفه‌ای بشید، خیلی راحت به این کشورها میتونید از طریق بازار کار جذب بشید. دومین گروه، تحلیلگر داده و دانشمند داده، دیتا ساینتیست. داده الان طلاست. شرکت ها برای تصمیم گیری به تحلیلگرهایی نیاز دارن که داده رو به بینش تبدیل بکنن. مهارت لازم مدل سازی آماری هستش. خب، گروه سوم، توسعه دهنده های نرم افزار و اپلیکیشن ها. از وبسایت گرفته تا اپ های موبایل و سیستم های پیچیده، این شغل هیچ وقت منقرض نمیشه.
هیچ وقت قابل جایگزینی نیست، یا حداقل میتونم بهتون بگم به سختی قابل جایگزینی هست، مخصوصا اگر این فرد حرفه‌ای باشه در این زمینه. مهاجرت خیلی آسان تره از این روش، چون بیشتر کشورها برای توسعه دهنده ها ویزای خیلی سریعی دارن. البته که این افراد میتونن کسب و کار خودشون رو هم داشته باشن با درآمد بسیار بالا. خب گروه چهارم پرستاری و مراقبت‌های بهداشتیه. با پیر شدن جمعیت در کشورهای پیشرفته، تقاضا برای پرستارها، مراقبین سالمندان و فیزیوتراپیست ها در اوج قرار داره. احتمالاً به این موضوع پی بردید و دیدید که چقدر یه سری کشورهای اروپایی جذب گروه درمان داشتن مثل پرستارها، مخصوصا در زمان کرونا. یکی از اون کشورها آلمان بود که همچنان مهاجرت از طریق گروه درمان مخصوصا پرستارها به آلمان هنوز جا داره و امکانش هست. خب ویژگی خاصش چیه؟ نیاز به مدرک معتبر و در بعضی موارد زبان رسمی اون کشور رو میخواد. یعنی مثلا شما اگه میخواین از طریق پرستاری و مراقبت‌های بهداشتی به آلمان مهاجرت بکنید، چالش زبان آلمانی رو دارید و مدرک معتبر و مرتبط. خب گروه پنجم مهندسی برق، الکترونیک و مکانیک. زیرساخت‌های دنیا در حال نوسازیه. انرژی‌های نو، خودروهای برقی، ربات‌ها و اینترنت اشیا همه نیاز به مهندس دارن. به ویژه آلمان و کانادا دارن روی این موضوع کار میکنن و این نیروها رو جذب میکنن. پس اگر شما یک مهندس برق توانمند هستید، یک مهندس الکترونیک و مکانیک توانمند هستید، خیلی راحت میتونید طی 10 سال آینده مهاجرت بکنید به کشورهای توسعه یافته، علل خصوص آلمان و کانادا. گروه ششم مشاغل حوزه انرژی های تجدیدپذیر، از مهندس توربین بادی تا تکنسین پنل های خورشیدی. آینده سبز به مهندسای سبز نیاز داره. کشورهای پیشرو در این زمینه دانمارک، سوئد، هلند و کانادا هستند. پس روی این مشاغل هم خیلی خوب پتانسیل وجود داره. گروه بعدی متخصص امنیت سایبری هستند. هرچی دنیا دیجیتالی تر میشه، نیاز به محافظت از اطلاعات بیشتر میشه. هم درآمدش بالاست و هم فرصت مهاجرت بسیار زیادی داره. گروه هشتم روانشناسان، مشاوران سلامت روان. استرس، بحران‌های اجتماعی و تنهایی مدرن دنیا رو تشنه مشاورای خوب کرده. هیچی نمیتونه جای یک روانشناس قابل رو بگیره. در کشورهای غربی کمبود شدید وجود داره برای این نیروها. اما خب میدونید دیگه، زبان خیلی مهمه ولی تقاضا رو از بین نمیبره. و البته اشاره بکنم به جامعه شناسان عزیز، این تخصص هیچ وقت از بین نمیره و نمیتونه هوش مصنوعی جاشو بگیره. هر چقدر که دنیا و کره زمین پیشرفته تر میشه، توسعه یافته تر میشه، اتفاقاً به نیروی جامعه شناس متخصص و حرفه‌ای که مسلط باشه به هوش مصنوعی بسیار پرکاربرد هست و بسیار نیاز دارن به این گروه. خب گروه بعدی نهم معمار و شهرساز سبز. شهرهای آینده باید هوشمند باشن، پایدار و انسانی باشن. تخصص در معماری سبز یا شهرسازی نوآورانه تقاضای خیلی بالایی داره و
توی دنیا اتفاقاً معمارهایی و شهرسازهایی که در این زمینه تخصص داشته باشن بسیار کم هستن، اما تقاضا بالاست. اما باید حواست باشه یه سری شغلا هم هستن که دیگه مثل قبل نمیتونن ابزار مهاجرت باشن. مثل چی؟ رانندگی. با رشد خودروهای خودران و تکنولوژی راننده ها خیلی زود جایگزین میشن. دوم، صندوقداری و فروشندگی. با اتوماسیون فروشگاه ها به زودی جایگزین میشن. سوم، کارهای یدی ساده به زودی و با سرعت با ربات ها و سیستم های هوشمند جایگزین میشن. پس اگر جزء این مشاغل هستی هم خیلی زود دست به کار شو و یه فکری به حال خودت بکن. اگر مهارت تو این حوزه هاست وقتشه که بازآموزی کنی. حالا چطوری خودتو آماده کنی؟ حالا که فهمیدی چه شغلای آینده دارن، سوال اینه: چطور خودمونو آماده کنیم؟ 1. مهارت‌های دیجیتالمون رو بالا ببریم و یاد بگیریم. 2. زبان دوم بلد باشیم. زبانی که خیلی پرکاربردتر از بقیه باشه. من پیشنهادم به شما زبان انگلیسی هستش. 3. پروژه واقعی انجام بدید و رزومه قوی بسازید. 4. با برنامه مهاجرتی مناسب آشنا بشید. مثلا بلوکارد اروپا یا اکسپرس اینترای کانادا. و خب حالا روش‌های مهاجرتی متفاوتی وجود داره. مهاجرت فقط یه بلیط هواپیما نیست عزیزان من. یه سرمایه گذاری روی خودت، آینده‌ات و توانایی‌هات. شغل‌های آینده رو انتخاب کن، نه شغل‌های دیروز رو. جهان به سرعت تغییر میکنه و این تویی که باید خودتو باهاش همراستا کنی. این ویدیو رو حتما لایک بکن، نظرت رو حتما برام بنویس و سابسکرایب کن صفحه رو تا بتونم اطلاعات مفید بیشتری رو در اختیارت قرار بدم.